Det här med oss från socialist och oberoende riksdagsledamot Amine Kakabavz här. Och jag ska prata nu lite persiska. Amine یکی از میتوان گفت بهترین کسایی هستش که تا امروز در مجلس سوئد اومده، کسی که خب به هر حال از کردستان از اون جامعه اومده در اینجا و به این شکل به اصطلاح در جامعه سوئد اینتگریته شده و داره در رابطه با مسائل سوئد و همینطور جزو کسایی هستش که هیچ موقع فراموش نکرده برای چی به سوئد اومده. برای این اومده که خب اولا جان خودش رو نجات بدن هر انسانی، ولی خب موضوع دومین بوده که برای مردم خودش هم کار بکنه، نه تنها برای مردم خودش بلکه برای همه مردم دنیا. و ما همیشه که واقعا هم باید ازش تشکر بکنیم که از فعالیت‌ها و کارهایی که در رابطه با مسائل ایران و ملیت‌ها و حقوق زنان به خصوص به ویژه در رابطه با ایران میشه همیشه حمایت کرده و چندین کنفرانس هم گذاشته و همیشه آماده است که مسائل رو مطرح بکنه. و همین حالا هم در رابطه با مسئله اهواز و سرکوب‌های دیگری که در ایران داره انجام میشه سوالایی رو آماده کرده که به وزیر امور خارجه سوئد خانم ان لینده تحویل بده. با تشکر از ایشان اینجا صحبت میکنن، ولی خب با توجه که ما در سوئد هستیم و نماینده مجلس سوئد هستن صحبتاشون به سوئدی هست. با تشکر.